میخوام با کرانچی و سوسیس پشماتون رو بریزم. ای بابا کاش زودتر میگفتی، من دیروز پشمامو زدم. توی قدم اول کار کرانچیمون رو باز میکنیم. اوکی، توی قدم اول کرانچیمو باز میکنم. حالا باید کرانچیمون رو کامل له کنیم. تو آونگ آوردی، من با دست قدرتم زیاده داشت. میریزیم توی این ظرف. یه دونه تخم مرغ. خب حالا یه دونه تخم مرغ. تو تخم مرغ نشست. حالا یه کوچولو شیر. اوکی شیرم بریزیم. فلفل قرمز، فلفل سیاه، زردچوبه و نمک. فلفل قرمز، فلفل سیاه، اینم از زردچوبه. خب الان وقتش همش بزنیم. یه کوچولو هم آرد بهش اضافه میکنیم. آردم بهش اضافه میکنیم. همش گوشت. باید سوسیسا رو دایره خورد کنیم. آکل داره خورد میکنم. من باید تلختم. به اولین کسی که این ویدیو لایک کرده باشه اینو میدم. خدا هر یه دونه سوسیس رو میکنیم تو اینا. ریدم با قیچی کردم، با برش کردم. این مشتی رو میکنیم تو این مشتی، بعدش هم میکنیم تو کرانچیامون. به اینجوری چی بشه این، فقط پختش کن، سوغاریش کن. یم چیزای خوشمزمون پخته شد آجی. ببین چقدر خوب شده این. اصلا دلت میخواد هر بار سوسیس خریدی، هر بار کرانچی خریدی، از همین بسازی. هر تا کن